سلام. برنامه مهمان آزادی هست از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. تنها روزنامه و آن هم روزنامه مستقل امروز نیوز نیت دارد که حیات مؤسسانش را زیاد یعنی وسیع کند. این هم در حالی که رستم جانی تنها مؤسسی یگانه روزنامه مستقل امروز نیوز است. رستم جانی حالا در مهمانی ما قرار دارند. رستم خوش آمدید به این صحبت. درود بر شما و تشکر که ما رو دعوت کردید. سلامت باشید. سوالی نخستینم در مورد این اقدام یعنی بیشتر کردن یا زیاد کردن یا وسیع کردن هیئت مؤسسانی تنها روزنامه مستقل امروز نیوز در تاجیکستان چی ضرورتی پیش آمد؟ اصلا بگیریم وقتی که در یک کاری که مسئولیت بزرگ دارد، وقتی که تمام عهده‌داری ها و وظایف تقسیم می شود، این برای پیشروی کار خیلی کمک خواهد کرد. بنابر همین این یک تصمیم تجارتی است و اون من بعد برای رشد روزنامه ملی، من روزنامه امروز نیوز را روزنامه ملی عنوان میکنم، برای رشد آن مساعدت میکند و این چیز تجربه عموم است در دنیا. این گونه تجربه ها را کردن و میکنن. البته در تاجیکستان کمتر هست شاید. این اصلا وابسته به محیط و فضای تجارتی است، اما این کار رو ما حتما نیت داریم که انجام بدیم، چون که هر قدر که دایره همون گفتم که کسانی که این بار رو به دوش میگیرن زیادتر باشد، همون قدر عمر طولانی تر خواهد بود. و این پهلوی دیگر هم دارد که اصلا بگیرین یکه بودن، یکتاز بودن یا تنها بودن در این چیز کمتر انسان رو به حالت ناگواری میبرد و من هم از جمله اونها هستم که یک حالت ناگوار دارم وقتی که اونم یک روزنامه تنها در تاجیکستان باشد و مؤسسی تنها داشته باشد. بگذار او یک روزنامه باشد و عین حال اگر او تنها است، بگذار مؤسسین او تنها نباشد، زیاد باشد. پس شما گفتید که این بیشتر به جنبه های تجارتی بستگی دارد. یعنی احتمال مشکلات مالی پیش آمده است یا که همون که گفتید باری که بر دوش رستم جانی هست، یعنی این بار مشکلات مالی است؟ نه، این اصلا بگیریم که دایره مسئولیت هایی که قسما در امروز نیوز بودن ما میخواهیم که اونا به دیگر جای انتقال بدیم، چون که نقشه های دیگر هم هست و این عین زمان روزنامه امروز نیوز از جهت تجارتی خیلی یک حالت معتدل دارد و من گفتنی هستم که این وسیع نمودن یا زیاد نمودن هیئت مؤسسین هیچ با سیاست ردکسیونی اون تاثیر نخواهد گذاشت، چون که آیین‌نامه امروز نیوز طور ترتیب داده شده است که از جهت ایجادی اون تابع شورای محرران است و تصمیم تعیین و از وظیفه دور کردن آن در عهده شورای محرران است و بخش تجارتی که در سیمای دیرکتری گنرالی و دیرکتری تجارتی است، یگان حکومت بالای هیئت ایجادی ندارند و این مخصوص کرده شده است به خاطر اونه که من ژورنالیست هستم و هیچگاه من نمیخواهم که مثلا منفعت های بیزنسی تجارتی بالاتر و فراتر از منفعت های کسبی بروند. من فکر میکنم که یگانه مشکلی که در راه فعالیت تنها روزنامه مستقل امروز نیوز وجود دارد هنوز هم ادامه کردن بحث های دادگاهی است و شما سببش در چی میبینید؟ امین بابا و بیبی های ما یک گپ خوب دادن که گپ حق هیچ کس نمیفوره. امروز متاسفانه همین قضیه های دادگاهی یک وسیله فشار آوردن به روزنامه‌نگاران و یک وسیله محدود کردن
همین دایره فعالیت‌های کسبی روزنامه‌نگاران شده است. اصلا بگیرید همون دعواهایی که میشوند، حتی همون بگیم که شخصیت‌های قضایی، بگیم سودیه‌ها هم برای بررسی نمودن همانها آماده نیستند. امروز اصلا بگیریم وظیفه هایی که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای یک ژورنالیست معین نموده است، همونها با توسط قرارها و فهمیش های از جانب همون قوای قضایی محدود کرده می شوند. یعنی یک پهلوی مسئله، امروز اگر قانون برای ژورنالیست اون یک روش قانونی باشد، اون میتواند که در شرح قانونگذارها تماما تفسیر عکس داشته باشد. بنابراین این مبارزه ها باید شوند و من دائما در وقتی که صحبت های میزی مدور می شود و اطراف قضیه های سودی خیلی بحث و مناظره میکنن، من سالهای 1993 را به یادشون میارم، سالهای 1996 و 97. در اون زمان در برابر سخن حق ژورنالیست چی قرار داشت و حالا در این فضای مثلا ثبات در برابر سخن مثلا ژورنالیست چی قرار دارد. همگی چیزی که در برابر سخن حق پیشنهاد می شود، این چند پیسه هست، چند روبل است، 50,000 60,000. من اصلا بگیریم ما احساس راحت میکنیم وقتی که به عوضی یک مبلغی که باعث تفاخر یک منصبدار می شود که از ما میگیرد، در عوض همان از جبر او جامعه را نجات میتیم و آماده ایم برای اون 50,000 هم پرداخت کنیم، 30,000 هم پرداخت کنیم، 15,000. با توجه به تجربه روزنامه امروز نیوز که فعالیت 5 ساله دارد و در مطبوعات و در بازار قبل مطبوعات تاجیکستان همچون روزنامه خودش را معرفی کرده است، شما سبب در چی میبینید که دیگر روزنامه پیدا نشد در این مدت؟ خوشای جان، اصلا بگیریم این پیش از همه سبب اساسیش موجود نبودن دانش‌های منیجری است، چیزی دیگر نیست. یعنی همون وقتها یک همین فعالیت منیجری شکل نگرفت که سمتی انکشاف یا با وجود آمدن یک روزنامه را با وجود بیارد، یعنی شکل بتید یا توسعه بتید. من همچون شخصی که دوام 5 سال روزنامه نشر میکنم، برای شما میگم که هم یک اسرار را آشکار میکنم که همان قدر باری که برای یک نفری که هفته‌نامه میبرد هست، همون بار برداشت یک کسی هست که روزنامه میبرد. تنها گپ درباره تقسیمات همون کار است. رستم، شما در مورد امور مدیریت منیجر گفتین. با شما در 8 ماه پیش رهبری گروه آریون میدیا داشت که رادیوهای امروز، رادیو آریانا داشت، بعد گروه کنسرتی داشته و همچنین بله گروه کنسرتی. اما در 8 ماه پیش برکنار شدید و این دلیلش همینطور مثل سیری ماند. میشد این سیره شاید که اصلا دلیل برکناری چی بود؟ بیاید که این به این سال این خیلی پاسخ بدیم که اصلا بگیریم دلیل او در همون 10 سال فعالیت من است. اصلا بگیریم که 10 سال وقتی که فعالیت کردی، وقتی از وظیفه کنار میشه، باید سال باقی نماند که برای چی شما از وظیفه رفته، چون که مهلت زیاد است، در یک وظیفه هم ماندن غیر امکان است. اما شما که منیجر خوب بودید. خوب دیگه، این میدونه در نظر کسی خوب بود کار، شاید همین خوبیش بود که من نگرفتم که اصلا بگیریم که اون یک چیزی موفق، یک چیزی در
مثلا تنظیم یافته یک شکل گرفته آبرو داشته بود و من خیلی مثلا باعث افتخار من است که من 10 سال فرصت داشتم که اقلا همون پتانسیل 20% خود در این شرکت عملی سازم اون آرزوها و آمال و دوام 10 سال فعالیت من یگان سیاست یا یگان مثلا رهنشاندهی از جانب مؤسسین یا از جانب یگان نفر نبود. اما رستم به هر صورت همین گونه حد زده میشد که بحث های سودی از جمله بحث سودی میان رادیوی امروز و همینطور خانواده امان الله حکمت الله رهبری سابق شرکت رای آهن یکی از دلیل های برکناری شما از این مقام از این سمت بوده است. ببینید اگر اونو تاثیر می داشتن که من از این وظیفه کنار بکنن در همون مرحله اول سودی که من آواز بلند کردم در همون صورت تاثیرگذاری میکردن و من از وظیفه آزاد میکردم و با کمال مسئولیت میگویم که از در برکناری من هیچگاه اونا مثلا قوت توانایی ندارن که دست داشته باشن. چون در مورد همون دلیل های و سبب های برکناری میگوییم رادیو امروز از جمله رادیوهای مستقل بود که صحبت‌های آشکار در رابطه با مشکلات جامعه را شروع کرده بود و البته امروز هم می‌بینیم که این روند در همین رادیو ادامه دارد و این است که همین لحن تند خبرنگاران رادیو امروز در این صحبت‌ها نیز یکی از همون عاملی برکناری شما هست. نه تنها رادیوی امروز بگیم در مجموع گروهی آرانیو میدیا میگم وقتی که گوش کر است داد میزنی و این داد زدن ما نشان اون نیست که این تون گفتن تحقیر کردن است. تون گفتن به خاطر گوش های پوشیده است و شما خودتون قید کردید که بعد از رفتن من همین رسالت تا اندازه نگه داشته شد و من همچون ژورنالیست فکر میکنم که حکومت این امکانات و در وسایل اخبار عموم در اختیار وسایل اخبار عموم واگذار کند. اصلا بگیریم باید یک جایگاه برای ابراز و داد گفتن مردم باید داشته باشند و ما این رسالت ما در رادیو امروز از آغاز پیدایشش کرده بودیم و این رسالت در روزنامه امروز نیوز ادامه دارد. اگر همین تونگویی ما با کسی نفوریده باشد روز میرسد که به منفعت بدن اونا میفهمند. اگر نمیفارد به کسی تون گفتن یا راست گفتن ما اصلا بگیریم به هیچ چیز کاری نداریم که به کسی گپ حقمون نمیفارد. اما عاملی مثلا برکناری من بدنش یا نبودنش این اصلا بگیریم سوالی است که مربوط به اون شخصی است که این تصمیم گرفتن. نیت های شما، نقشه های شما، اقدام های شما در آینده چی هست؟ من الان در دستم 4 لایحه رادیو است. خب رادیو خصوصی؟ رادیوهای خصوصی که هستن که اونا را میتوان مثلا عملی کرد و اونا موفق میشوند. اعتماد تجربه امکانیت میتید که این حرفا را بگیم و آرزوی دیرینه من که شده یک تلویزیون است، یک تلویزیون کسبی و من فکر میکنم که در تاجیکستان امروز پتانسیل ها یعنی خزینه های همون تخصصی وجود دارن که همچنین یک تلویزیون در سطح مثلا در سطح های مثلا BBC و در CNN و در فاکس نیوز همین چیزا باشد. من اگر نظرم به تلویزیون است همین گونه است، باید تلویزیون در همین شکل باشد اگر باشد. یعنی این نیت هست، این لایحه رو من در دست دارم و البته اون کارهای زیاد میخواهد مخصوصا از جهت جلب پول و مال و مبلغ و آرزو دارم که این تلویزیون و همین رادیوهایی که هستند از تاجیکستان پخش شوند. رستم جان تشکر.
سلام. با تشکر از رستم جانی مؤسس یگانه روزنامه مستقل امروز نیوز در تاجیکستان. در اینجا صحبت ما رو به پایان میبریم. خدا نگهدار.